سلام علیکم، خوش اومدید به این ویدیو. آقا بحث داغ و ترند امروز کشور عزیز ما ایران کشتی های مسابقات جهانی بود. الان زیر 23 سال و خیلی دیگه از این داستان ها. آقا ما دیدیم تا تنور داغا با این نانو چسبوند. چه کار کنیم؟ آمدم یه مستند خیلی زیبا از پهلوان حسن یزدانی پیدا کردم، قهرمان جهان المپیک، و بریم سراغ ویدیو. امیدوارم که لذت ببرید. Let's go. Every time you hold me, take me higher. دستا کار میکنه. آره حریف قرص میکنه، دستا کار میکنه. ما چه دست گروه دست بر زیر کرد. صدای هادی عامل بهترین صدا رو داره واقعا به گزارش. زیبا. پولانداز بود یا پیشه حسن پهلوان، شهرستان جویبار، روستای لهو صحرا. از هیچی همه چیز ساخته. من متولد شهر جویبارم، بچه روستا هستم. پدرم ورزشکار بود، کشتی کار میکرد، داداشم همینطور. خودم خیلی کشتی رو دوست داشتم. منم از همونجا این دو سن 11 سالگی به باشگاه بردم. الان حدود 12 ساله دارم این رشته ورزشی رو دنبال میکنم. 12 سال پشت کار خیلی مهمه. هیچ وقت سعی نکنید که راه 100 سال یه روزه بگیری یه جایی گیرتون میاره. خدا نگهدار پسر. شصت و 6 کیلو الان 86. الانم که مدال جهانی و المپیک و خدا رو شکر گرفتم، واسه اون هدفم میجنگم و اینکه توکلم همش به خدا هستش. بعدشم پدر و مادرم و مربی‌ها در کنار همه این سختی‌ها حضور داشتن. حدوداً 15 کیلومتر را خودم میبردم. ورزشکاری که حرفه‌ای ورزش دنبال میکنه خیلی تامینات منظم و فشرده‌ای رو دنبال میکنه و با این حال، با این تفاصیلم این محدودیت رو دوست دارم. فشار روی بدنم. هر کس به نظر من کار خیلی انجام بده و دست یه نفر رو بگیره یه پهلوانی به نظر. حسنم فرزندی مردمدار و مقتدر و متواضع و نحوه زندگیش باعث افتخار ما جهان. باعث افتخار کل ایرانی اومد. این یادم باشه. پهلوان تختی رو الگوی خودش قرار داد. چه مرد خوبی. یعنی جوان مردی، یعنی اقتدار، یعنی اخلاق، یعنی مردمدار، یعنی گذشت. آقا اگه میخواین که یه مستندم درباره جان پهلوان تختی با هم ببینیم و لذتشو بریم، 100% توی کامنت ها بگین یادتون نره. بریم سراغ ویدیو. به خاطر همین اسمش ماندگار شد، تختی شد. هیچ کس نمیتونیم با آقای تختی مقایسه کنیم. این شهرت و محبوبیت رو از مردم میگیری و دوست دارم که فقط برای مردم طلا بگیری.
تبلیغ ریزی هم برای ماشین. فقط میخواستم لحظه ای دل مردم کشورمو شاد کنم. در اوج نابودی گفت توکلم به خدا، بعد پدر و مادرم و بعد مردم سرزمین. میخوام که پرچم کشورم بالا باشه، مردمم بالا باشم، باعث میشد که از جان بلند شد و غیرت یک مردی. حسن از هیچی همه چیز ساخته. واقعا خسته نباشید به حسن و تمام پهلوانای ایران زمین، تمام کشتیگیران، تمام ورزشکاران ایران. خدا نگهدار گل جویبار. تبریک مدال طلای حسن یزدانی رو به هموطنان عزیز و همه عزیزان به مازندران به جویباری‌ها. خدا بهت عزت بده دلاور مازندرانی حسن یزدانی. آقا اینم از ویدیو. واقعا کسی بودی فیلمو نبینه و احساس غرور نکنه که یه همچین فردی توی کشورشه. که خیلی احساس غرور بهم دست داد. و گفتم اگه میخواین که درباره هر کسی، هر آدم خوبی مستند ببینیم و مستند بسازم و هر چیز دیگه ای 100% توی کامنت ها بگید. ویدیو لایک کنید، سابسکرایب یادتون نره و تا ویدیو دیگر پیس اوت.